بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ان نبی صلی الله علیه و سلم یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقبرت قدمه فی طلب العلم حرام الله جسده فی النار. یعنی گفتن کدام کس برای طلب علم شده قدم رنجیده کنده رود و قدمهایش را لباسهایش را غبارآلود کند بر او آتش دوزخ حرام میشد. گفتن یعنی علم را آموختنش، علم را از خود کردنش هم عبادت باشه در اسلام. زیرا معاذ ابن جبل رضی الله عنه می فرمایند آموختن علم این عبادت است. تکرار کردن علم این تسبیح، ذکر خدا تسبیح است و علم را جستجو کردن جهاد است و علم را صرف کردن قربت است. گفتن یعنی این حدیث مبارکی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چه خیلی فهمیدم میکن. اگر من شما طلب علم کنم، علم آموزم، علم یاد گیرم، کتاب خوانم، کتاب یک علم از خود کنم نگیری، ما برابر عبادت کردی، برابر نماز خواندگی ثواب به صاحب میشتی، ثواب میگرفتی. یا که من همون علمی آموختگو می فراموش نکنم، ذکر کرده گردم، تکرار کنم، خوانم، از گشته برگشته، همین گویا که ذکر خدا کرده گشته که برابر میشتی. تسبیح گوییم سبحان الله یا که الحمدلله یا که الله اکبر گوییم چقدر ثواب گیریم. مگری علم علم آموختگو می تکرار کنیم همون قدر ثواب میگرفتی. یا که یگان علم جستجو کرد، یگان کتاب جستجو کرد، یگان عالم جستجو کرد، برآمده کافته یافته از هوا یگان طلب علم کنیم مگری یعنی جستجو کردن علم این ثوابش به ثواب جهاد کردگی برابر بوده است. و در آخر گفتیم که علم آموختگی ما یک کسب صرف کنیم، یک طالب علم آموزانه مگری یا تی مگری و ینده قربت میشه. یعنی قربت در اینجا به معنی الله تعالی نزدیک میشیم. اگر علم همش علم الله تعالی، خواه وی علمی اخروی باشد خواه وی علمی دنیوی باشد، همش ثوابش یخیه. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اطلب العلم من السن، یعنی شما گفتن علم را از دولت سین باشدم، یعنی سین گفته اینجا دولت خطا رو گفته است، یعنی چین میگیم، از دولت چین باشد هم رفته علم آموزی. یعنی در خطای به همه ما معلوم که اینجا علمی اخروی من شما نیست، اونجا اساسی خلقهای بود پرستن و ها غیر دین نسبت مایان. برای همین ما از اونجا فقط دینی علم دنیاوی گرفته میتونیم خلاص از مملکت سین. همین هم باشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گرچه ما غیر دین باشد هم یا که ما علم میاموختی لازم شده گیر و کی نباشد وکیل کدام دین نباشد قطعی نظر از هوای علم آموختن ما یک کسب هنر یا گرم مگری البته هوای به ثواب میگرفتی. اگر یک در مملکت ایران پاشا کیسرا نام پاشا گذاشته است، حالا یک کتاب خوانده، هم کتاب خوانده، در کتاب هم یک خوانده است که در کوههای هندوستان کم چخیل میوه بوده است که کدام کس از همون میوه کوههای هندوستان استعمال کنه دیگری مرده را زنده میکرده است. این حیرانش است، در تعجب مانده است. بعد یک عالمش یک پیشواش دعوت کرده است که تو همین خیلی یک وظیفه همین کوههای هندوستان ما رفته، تو من یک سال مهلت میتیم، من رفته همونجا کوههای هندوستان سنجیده، همون میوه هاش سنجیده تجربه کرده، همون میوه من بیافته میبینم. من اینجا نفته است که همون میوه کدام کس خورد دیگری کدام مرده خورد نگری همون مرده زنده میشن. گفته که معلومات من خواندم باید که تو من بنا همون میوه را یافته بیایی. گفته یک پیشواش براردگی سیکر است. حالا اگه پیشوای پادشاه برآمده کوههای هندوستان جستجو کرده است، هر خیل میوه جات های میوه هاش تو کرده سنجیده است، تجربه کرده است، لیکن میوه ها یگان تا مرده زنده کردن نتونسته است. این حیران شده، سوانی مجبور نزدی همون علماها حکیمهای دولت هندوستان با آمده همین واقعی شدگی طلبی پاشا و ها گفته است.
و گفتند که بدان که کوه عالم هست و علمش میوه است و مرده دل جاهلان است که به علم زنده می شود. مرد دانا پیش کیسرا آمد و این خبر به وی گفت. کیسرا شاد شد و به او خلوت ها انعام کرد. برای همین اسلامی مبین من شما هر یک مؤمن مسلمان تاکید میکند، یعنی از خود کردن چه وی علم دنیاوی باشد چه وی علم اخروی باشد برای هر یک مؤمن مسلمان فرض بوده است. الله تعالی همه ما را برای آموختن علم مهر و محبت ما را زیاده گرداند. فرزندها ما مکتب ها را با ما، فرزندها ما علم های دنیاوی را، علم های اخروی را از خود کرده آینده کامل انسان شده علمش به عمل میکرده عامل ها شده وای رستنشون نصیب روزشون گرداند. الحمدلله الصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.